Çok seviyorum. Çok. Erhan. آزرا این کیه؟ Arhan تویی؟ خب معلومه دیگه منم. اون کیه؟ آرهان تو زنده ای؟ آرهان تو چقدر عوض شدی؟ تو این مدت کجا بودی؟ عشقم. با من کلا یه ساعت رفتم تربار واسه صبحونه وسیله خریدم. Evet. راست میگی 1 ساعت پیش بود که رفتی تقریبا. آزرا این چرت و پرتا چیه تحویل من میدی؟ این کیه رو تختمون خوابیده؟ Mehmet. مرحبا abi. مرحبا. من آخه نمیدونستم تو برمیگردی یا نه آرهان. برای همین من یه نفر واسه خودم پیدا کردم. آزرا تو یه ساعت؟ آرهان آخه من اصلا خیلی گیج شده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. تنهایی داشت منو خیلی اذیت میکرد. برای همین همه چی هم به پسرمون گفتم. پسرمون؟ اون کجاست اصلا راستی؟ اونو به سرپرستی دادمش. آخه نمیخواستم بی پدر بزرگ بشه آرهان. چیکار کردی؟ من کلا یه ساعت نبودم رفته بودم خرید. آرهان دیگه خسته شدم، نمیتونم دیگه طاقت ندارم. فقط برو دیگه، نمیخوام ببینم.